از فاجعه بارترین اتفاقاتی که واسه زندگی یه نفر میتونه بیفته رفقا اینه که به عنوان یه شریک عاطفی دست به انتخاب یه خودشیفته خود محق پندار بزن و بشه مصداق اون جمله طلایی تو کتاب آلن باتن، کتاب سیر عشقش، که میگه هیچ چیز به اندازه یه ازدواج بد، که حالا اینجا منظور رابطه هم هست، نمیتونه آدم رو نابود بکنه. واسه همین ما تو سرفصل اصلا بحث شناخته پیش از ازدواجمون یه مبحث مهمی داریم به اسم رد فلگ ها یا همون پرچم قرمز ها، که میگیم آقا یه سری نشونه ها هست اصلا تو مراحل آشنایی قشنگ میتونی اینا رو پیدا بکنی و با دیدن اینها دیگه خودت باید تصمیم بگیری که من اینا رو میبینم، میپذیرم و باهاشون قراره به عنوان یه واقعیتی که ای بسا بدتر بشه که بهتر نشه کنار میام، یا نه میخوام بزنم تو کوچه علی چپ و فاز انکار رو نبینم و خروجیش این بشه که امید داشته باشم خود به خود حل بشه یا امیدوار باشم که این فرد بهتر بشه. همیشه یادتون باشه اگر یه ویژگی خوبی داره میبینید توی مراحل آشنایی، ای بسا این بهتر میشه که بدتر نمیشه، و اگر یه ویژگی بدی میبینید که ای بسا بدتر بشه که بهتر نمیشه. درنچه اگر رابطتون قبل از ورود به رسمی شدن رابطه خوبی باشه خیلی خوبتر میشه بعد از ازدواج، و اگر بد باشه معمولا تجربه ما نشون داده که بدتر میشه که بهتر نمیشه. و یکی از اون ویژگی های به شدت آسیبزا یا تاکسیک و یکی از اون رد فلگ هایی که اصلا نمیشه از کنارش ساده گذشت رفقا، بحث خودشیفتگیه. همه ما تقریبا تو زندگیمون یه جاهای خودشیفتگی رو تجربه کردیم. حالا یکی پدرشه، یکی مادرشه، یکی خواهر برادرشه، یکی دوستشه، یکی رئیسشه، یکی همکلاسیشه، همکارشه، یا هر چیزی. دیدید که چقدر سلامت روان آدم رو خوب بلدن به خطر بندازن. حالا یکی قراره دست به انتخاب یک کسی بزنه که نه مثل اینایی که بهت گفتم یک شریک عاطفیه که قرار نیست چند ساعت در روز ببینی، قرار 24 به عنوان شریک زندگیت ماحصل عمرت رو بیاری بریزی توی کاسه در واقع اون چی که به تو تحویل میده و تبدیل بشه به شریکی که قراره با تو زندگی رو بسازه. اونجا ببین دیگه چه آسیبی میده. در نتیجه من اینجا میخوام بهتون رو فقط 25 تا نشونه بهتون بدم که شما لطفاً زحمت بکشید این 25 تا رو من که دارم میگم یه توضیحم میدم یه گوشه‌ای بنویسید برای خودتون، بعد تیک بزنید ببینید چند تا وجود داره. اگه زیر 10 تا باشه معمولا 4-5 تا معمولا هست، تو همه ما 4-5 تایی وجود داره و تا زمانی که تلاش میکنیم از خودمون یه ورژن بهتری بسازیم، این 4-5 تا رو حل و فصل بکنیم، اوکیه، نرماله، هیچ مشکلی وجود نداره. ولی مشکل زمانیه که یه کسی بیشتر از 4-5 تا رو داشته باشه، مثلا 10-15 تا از اینا رو داشته باشه. اگر بالای 10 تا داشته باشه ما شک میبریم که بالاخره کسی که همزمان 10 تا از این نشونه رو داره حتما یک رگه هایی از مسئله روانی رو داره دیگه. اگر بالای 15 تا باشه، یعنی 15 تا تیک زدی دیدی هست، ما احتمالمون یکم به یقین نزدیک میشه. و اگر بالای 20 تا باشه، طبق هر منبع علمی بخوایم در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که آقا این فرد این رگه های پررنگی از خودشیفتگی رو داره. حتی نگم تشخیص، میتونم بگم رگه هایی از این مسئله. و اونجا آدم باید بسته به شرایطش دست به انتخاب بزنه دیگه. یعنی چی؟ یعنی اگر تو مراحل اولیه رابطتون هستید، 2-3 هفته، 2-3 ماه یا حتی 1 سال گذشته و هنوز هیچی رسمی نشده، من پیشنهاد میکنم که جدی بگیرید. بالای 15 تا بود دیگه ببین با واقعیت باید کنار بیای که احتمالاً تو با یه خودشیفته در ارتباطی، یا بالای 20 تا بود. در نتیجه تو انتخابات باید همچین حل مسئله و بازنگری درست حسابی داشته باشی دیگه. هیچ موقع ما قدرت اینو نداریم که بگیم آقا انتخاب کن انتخاب نکن، ولی قدرت این رو دارم که بگم آگاهانه بله رو بگو. حواست باشه که این به مراتب بدتر میشه که بهتر نمیشه. اگر نه چند سالیه که با این نفر درگیر هستید و بالای 15 تا 20 تا دیدید و هنوز وارد مرحله بعدی زندگیتون نشدید، مثلا بچه دار نشدید یا اتفاق عجیب و غریبی که پایه های زندگی رو یه پله ببره جلوتر اتفاق نیفتاده، باید دوباره عاقلانه تر و خیلی ارزیابانه تر به ماجرا نگاه بکنید. و اگر نه با فردی در ارتباط هستید که سالیان سال گذشته، پدر بچته، مادر بچته، بالاخره عمری گذشته، دیگه حتما باید بعد از اینکه این ارزیابی‌ها رو کردی و دیدی که بالای 15-20 تا نشونه داره، سراغ درمان حرفه‌ای بری و ببینی که چیکار میشه کرد. چون اصلا نباید به این امید بشینیم که اینا خود به خود درست بشن، حتی اگر ادعای این رو بکنن که درست میشن، چون تمایلی حقیقتش ندارن، چون اصلا نمیپذیرن که همچین مسئله‌ای وجود داره. حالا بذاریم این توضیحات رو بذاریم کنار، بریم تو دل ماجرا ببینیم که اصلا چه نشونه‌هایی، اصلا قرار در مورد چی صحبت بکنیم. این 25 تایی که داریم میگیم
دقیقاً چی رو میخواد به ما نشون بده؟ اولین نشونه یه خودشیفته رفقا بحث خودخفن پنداریه. یعنی چه خودخفن پنداری؟ اصلا یه خودشیفته هنرش، کارش، حقش و ترفندش اینه که از هر چیزی توی زندگی خودش، اثر دستاوردی، اثر ویژگی، اثر داشته‌ای، از هر چیزی که شما بخوای تو ذهن خودت مرور بکنی یه داستان و روایت و اتفاق قهرمانانه بسازه. هر چیا، یعنی یه جوری مثلا اون دستاورد فوق‌العاده معمولی که همه ما داریم یا اصلا به چشم نمیاد رو برای آدم پررنگ میکنه، یه سناریویی میسازه، یه جوری ارائه میده که تو پیش خودت میگی واو چه خفن. در که میای از اون رابطه بیرون و یه آدمایی دیگه میگه اصلا این چیز خاصی نبود که $2 مثلا توی رمز ارز سود نکرده، خودش رو مثلا فرض کن مالک بیت کوین مثلا ساتوشی میبینه، انقدر خودش رو قول مرحله آخر میبینه، یا پوز میده، پوز روابط قبلیشو میده، پوز دوستاشو میده، پوز دارایی هایی که شاید معمولیه. ببین بالاخره چیزی نیستش بگم شما مثلا چقدر میخوای به فرض کن تیپ و قیافه و اینات بنازی، ولی برای این آدم نه، یا اصل و نسب یا هر چیزی یه جور داستان سازن، داستان سازی هایی که تو پیش خودت احساس میکنی که ما کجا و ایشان کجا، چقدر بزرگه، چقدر عظیمه. و بعد از این مدت این طبیعتا عزت نفس آدم رو نشونه میبره دیگه. چرا؟ چون تو این مقایسه میکنی خودت رو با اون. نشونه دوم رفقا بحث خود محق بینیه. شما تصور بکنید یه کسی خودش رو خفن میبینه، طبیعتا خودش رو محق هم میبینه دیگه. چه مدلی؟ این مدلی که چون من خفنم انگار همه باید در راستای خواسته های من باشن و به من سرویس بدن دیگه. پس این گروه از آدما به شدت انتظار دارن. انتظار چی دارن؟ انتظار تایید دارن، انتظار تحسین دارن، انتظار این که تو آقا بده به من، بده، گیرندن، آقا بده من. بخشنده نیستن که، به شدت گیرندن. حالا رفتیم جلوتر تو ویژگی‌های بعدیشون این ماجرا وجود داره که انگار همه بایستی غلام حلقه به گوش و در خدمت ایشان باشن، جوری که شما این رو قشنگ از همون اول متوجه میشی با آدم‌هایی که یه پله از خودش پایین‌تره یا اصلا پایین‌تر نیست، آدمایی که معمولیه، خب بد برخورد میکنه. نگی مالا الزاما پایین‌تر، شاید اصلا این خودش رگه بدی باشه، بد برخورد میکنه، با گارسون بد برخورد میکنه، با منشی بد برخورد میکنه، با آدم‌هایی که همه ما هستیم توش خوب تا نمیکنه. یه جورایی انگار دیگران در خدمت ایشان هستن، همونجوری که خدمتتون عرض کردم. نشونه سوم چیه؟ نشونه سوم اینه که ما بهش میگیم فقدان همدلی. یعنی چی فقدان همدلی؟ یعنی نسبت به احساساته، چه تو به عنوان پارتنر و چه دیگران سرده. یکی از مراجعین ما تعریف کرد، میگفت ببین اصلا وقتی بغلش میکنم انگار یه پشتگر رو بغل کردم، وقتی جلوش میشینم اشک میریزم، عین خیالش نیست، ککش نمیگه، اصلا مهم نیست. در نتیجه چون فقدان همدلی دارن، تو نشونه چهارم اینه که بهره کش میشن عمدتاً. اصلا بهره کشی یکی از خصلت‌های خودشیفته است. بهره کشی چه مدلی نشون میده خودشو؟ اینه که از زمان تو، از پول تو، از امکانات تو، از دسترسی‌های تو، از روابط تو، از شرایط تو به نفع خودش استفاده میکنه و از اون ور کافیه که هیچ چیزی ازش بخواش و تو احساس داری میکنی که سوء استفاده داره رخ میده، اینجا داره یه سوء استفاده رخ میده. چرا؟ چون اصلا براش مهم نیستش که گریه‌های تو براش مهم نیستش، رنج تو براش مهم نیستش که، زخمای تو، درد تو و چیزی که داری میکشی مهم نیستش که. در نتیجه چون بهره کشی وجود داره، تو احساس میکنی که هم نادیده گرفته میشم، هم باید سرویس بدم دائم. چرا؟ چون باید منفعت خودش رو تامین بکنه دیگه. پنجمین نشونه واسه خودشیفته رفقا اینه که شما مضاف بر این که مسئولیت پذیری نمیبینی، مضاف بر این که تغییر رفتار نمیبینی، یه احساس عمیق قربانی شدن رو خواهید دید. اصلا خدای اینن که برن تو نقش قربانی، اصلا خدای همیشه قربانی بودنن. در نتیجه وقتی یه مشکلی به وجود میاد، به جای اینکه بیفتن دنبال حل کردن، میفتن دنبال مقصر گشتن، میفتن دنبال سرزنش کردن. پس نشونه 6 اینه که بسیار هم آدمای سرزنشگری ان و اصلا بابت هر رفتاری شروع میکنن به سرزنش کردن شریک عاطفیشون. سرزنش هم برای چیه؟ برای اینکه از اون وجود فرد که یک وجود مستقلیه بیان یه وجود وابسته‌ای بسازن، یه وجود کوچیکی بسازن که بتونن تو مشتشون بگیرن دیگه. درنچه شما به عنوان شریک عاطفی در برابر این آدم همیشه در مزان اتهامی. به قول یکی از رفقا خیلی جالب به من میگفت،
تجربه زندگی با خودشیفته رو داشت. میگفت ببین هر موقع تو زندگی در ارتباط با یه کسی قرار گرفتی که به شدت باید مراقب حرف زدنت می بودی و بعد از هر حرف زدنی یه سوژه‌ای پیدا میشد که بایستی بابت اون سوژه مدام از اون عذرخواهی بکنی که همچین حرفی رو زدی، یعنی تو در برابر خودشیفته قرار گرفتی. حالا ما الزاما بر اساس یه ملاک ارزیابی نمی‌کنیم، ولی می‌خوام بهت بگم که چی رو داشت تجربه می‌کرد. هر لحظه باید مترصد این باشی که الان یه بامبولی در میاد، الان یه حرفی پیدا میشه، الان من در مزان اتهام قرار میگیرم و میرم تو فاز اینکه هی سرزنش، هی نقد، هی به اصطلاح حرف و حدیث و هی کوچیک شدن و هی کوچیک شدن. پس آدمای خودشیفته تو ششمین نشونه شما رو بابت چیزی سرزنش میکنن که حتی شاید تقصیر شما هم نباشه، شما هیچ نقشی نداشته باشی، بعد نگاه کنید برق رفته داره تو رو سرزنش میکنه. خب چرا؟ چون مسئولیت پذیری وجود نداره که. چرا؟ چون حل مسئله وجود نداره که. حل مسئله بکنیم بذار کنار، بیا اینجا میخوام شلاق در بیارم تو رو کتکت بزنم. خب در نتیجه نشونه هفتمشون این رفقا که هیچ وقت خودشون رو مسئول چیزی نمیدونن و اشتباهاتشون هم به همین نسبت قبول نمیکنن دیگه و تقصیر رو میندازن گردن دیگران. بابام مقصره، مامانم مقصره، تو مقصری، معلمم مقصره، این مقصره، اون مقصره، جامعه مقصره. اوکی، همه اینا ممکنه سهمی داشته باشن، ولی آیا تو سهم خودت رو میبینی؟ نه، من نقشی ندارم که همه اینا مقصرن. پس دیگر مقصر پنداری به شدت تو این افراد زیاد. اصلا ویژگی آدم مسئولیت گریز همینه دیگه. چرا؟ چون اگه مسئولیتشو بپذیره، بخوام منم نقشی داشتم و دارم در برابر هر اتفاقی، در پی اصلاح برمیاد دیگه. ولی چون قربانی شدن تو این افراد وجود داره، چون دیگر مقصر پنداری وجود داره، راحت ترین کار ممکنه دیگه بری تو فاز قربانی دیگران رو مقصر بکنی و شروع کنی به سرزنش کردنشون و شروع کنی به توهین تحقیر بهشون که ویرانشون کنی و بری بالای ویرانه هاشون وایسی و قدت بلندتر دیده بشه. نشونه هشتم میدونید چیه رفقا؟ اینه که به راحتی از دیگران انتقاد میکنن، بلخص شما به عنوان شریک عاطفی همیشه در مزان اتهامی، اما کافیه برگردی یه بار از خودش انتقاد بکنی. یعنی یه مدلی گارد میگیره، یه دعوایی را میندازه که بیا ببین، و این دقیقاً با نشونه نهمشون همخونی داره. اون چیه؟ اینه که خیلی زود، سریع و بی‌دلیل عصبانی میشن، به هم میریزن و سر چیزای حتی به شدت کوچیک دعوا را میندازن. مثلا فرض کن آقا به هر دلیلی کار طول کشیده، رفتی یه مغازه خرید بکنی 5 دقیقه دیرتر اومدی، پیش میاد دیگه نه؟ یا یه کاری و یه اشتباهی رقم زدی، بالاخره اتفاق دیگه تو رابطه الا ماشاءالله از این مسائل پیش میاد. و فرض کن اون 5 دقیقه دیر اومدنت از مغازه باعث شده که این فرد بیفته تو ترافیک. آقا مراجعه ما تعریف می‌کردم، میگفت یه بلایی سر من آورد، یه جوری سرزنش و تحقیر و توهین و یه جایی خشونت فیزیکی که میگه خدا شاید دکتر اون لحظه دستم رفت در رو وا کنم، خودم پرت کنم از ماشین بیرون. ببین تا کجا میتونن آدم رو برسونن. خب در نتیجه یه مدلی رفتار میکنه که دعوا را میندازه و پر از شرم و گناه میشی، جوری که اون لحظه نگاه کن دوست داری در ماشین رو وا کنی، خودتو پرت کنی بیرون، یعنی دوست داری خودتو خلاص بکنی اصلا تو اون لحظه. خب نشونه دهم چیه؟ اینه که اصلا به مرزگذاری اعتقادی ندارن. خودشون مرز زیاد دارن، خودشون استاد باید نبایدن، ولی به مرزهای تو اصلا. کافیه بهش بگی که ببین خانواده من خط قرمز منه، لطفاً در ارتباط با خانواده‌ام آقا توهین نکن، به پدر من توهین نکن، به مادر من توهین نکن. وقتی بحثمون میشه من و تو بحثمون شده، تو چرا به داداش من توهین میکنی؟ نه، اصلا ارزش و اهمیتی قائل نیستن. اصلا مرز برای اونها معنا نداره، مرز فقط مرز منه. چرا نمیتونه؟ چون نشونه 11 میگه که مگه میشه یه خودشیفته باشی و کنترلگر نباشی؟ مگه میشه؟ نه نمیشه. پس نشونه 11 و به تبع اون نشونه 12 اینه که یه خودشیفته هم کنترلگره، هم میخواد همه چیز رو تحت کنترل خودش داشته باشه. اینو چرا پست کردی؟ اونو چرا استوری گذاشتی؟ برو اونو بعد پاکش کن. و اینا باید نبایدی ها، توصیه نیست. اینجوری نیستش که بگیم آقا توصیه میکنه که بهتره مثلا این عکس دین باشیم. نه باید نبایدی. نذاشتی ریموو بلاک. یه مدلی که تو اصلا شرم و گناه وجودتو در بر میگیره که من مشکل دارم، نکنی ایراد از منه. آخه نمیشه که همیشه اینجوری باشه، حتما من یه مشکلی دارم. بعدم یا خودشیفته استاد اینه که تو رو به جایگاهی برسونه که با همه توانمندی ها و قدرت و جایگاه و دستاورد و
اصلا عزت نفست به خودت شک بکنی. خب پس نشونه 12 اینه که میخواد همه چیز رو کنترل بکنه، تو رفتار، تو اهداف، تو برنامه هایی که وجود داره، تو همه جا سرک میکشه. خب جوری که قشنگ حس میکنی آقا اکسیژن عشقی که داره بهت میده خفگی داره. فقط نشونه 13 چیه؟ نشونه 13 رفقا در راستای نشونه قبلیه، منتها یکم هنر میخواد فهمیدنش، یکم تخصص و تبحر میخواد، اما ریز که بشی میتونی درش بیاری. اون چیه؟ اونم این که خودشیفته‌های باهوش خوب بلدن اینو قایم بکنن، منتها یه کوچولو که دقت کنی متوجه میشی که خیلی هم حسادت دارن. حسادتشون چجوریه؟ حسادتشون اینه که به موفقیت‌های تو و بقیه نامحسوس حسادت میکنن. چه مدلی نامحسوس حسادت میکنن؟ ممکن تو این موفقیت داشته باشی، بری آیلتس بگیری، بری مثلا فرض کن مهاجرت بکنی، بری مثلا فرض کن مدرکت رو بگیری، بری اون موفقیت رو به دست بیاری، هر چی اصلا مهم نیست، خوشحال میشه با تو. منتها خوب دقت کن، عصرش، شبش، فرداش یه دعوایی را میندازه که هر آنچه که سرمست شده بودی بابت اون اتفاق خوشحال کننده به قول عامه از دماغت در میاد. خب پس خیلی زیرپوستی و نامحسوس انگار موفقیت بقیه رو بر نمیتابن. ظاهرا لبخند میزنه ها، ولی تو دلش دنبال اینه که زمین خوردن رو ببینه. چرا؟ چون نسخه ضعیف شده دیگران برای اون جذاب‌تره دیگه. وقتی دیگران پایین باشن بالا بودن اون دیده میشه، غیر از این که نیست. پس یه مدلی گارد میگیره، دعوا را میندازه، یه کاری میکنه که نشونه 14 به وجود میاد. نشونه 14 چیه؟ نشونه 14 اینه که یه آدم خودشیفته لعنتی‌ها از شکست بقیه خوشحال میشن. یه جایی بروز میدن، یه جایی چون جرأتشون ندارن یا میبینی سرمسته، خوشحاله، میخنده. ولی خوب که دقت کنی تو متوجه میشه که این چرا اینقدر خوشحاله دیگه. بلخص اون زمانی که ببینیم اون آدمی که شکست خورده موفق تر از خودش بوده. در نتیجه تو نشونه 15 ما متوجه میشیم که آدمای خودشیفته آدمای ضعیف و انگار بیشتر دوست دارن، انگار ورژن کوچولو موچولوی بقیه براشون جذاب تره و انگار ورژن قوی شده بقیه براشون غیر قابل تحمله. و این شامل شریک عاطفی که شما هستی هم میشه دیگه. پس چرا باید بذاره قد علم بکنی، پر و بال بگیری، از خودش بالاتر باشی؟ در حالی که ما میدونیم ویژگی یه رابطه امینه که تو رو هول بده، برو جلو، برو رشد کن، برو من ببینم افتخار بکنم. ولی این برای یه خودشیفته قابل تحمل که نیست. یعنی چی؟ یعنی نسخه ضعیف و وابسته تو براش جذاب تر. و اصلا مورد 16 همینو میگه دیگه. میگه آقا موفقیت های آدما رو زیر سوال میبره، از جمله موفقیت تو به عنوان یک شریک عاطفی. و اصلا خدای اینه که وقتی یه کاری درست انجام میدی شک بندازه تو باورت. ببین مطمئنی آخه من یکم شک دارم واقعا از اوتش بر اومدی یا برمیای؟ و یه جوریه که تو در برابر این آدم دائم باید به خودت شک بکنی، چون اصلا تخصصش اینه که تو رو به خودت بدبین بکنه و از تو یه چیزی بسازه که اون رو دوست نداشته باشی دیگه. چون اگه اون دوست داشته باشی که خب تحمل نمی‌کنی که. واسه چی داریم میگی مثلا اصلی ترین مسیر مقابله با این آدم عزت نفسه؟ عزت نفس که داشته باشی یا وقتی میاد در برابر تو شروع میکنه به تحقیر کردن، توهین کردن یا تخریب کردن و شک انداختن، عزت نفس از تو محافظت میکنه که صبر کن تو چقدر به من شک داری؟ تو به چه جرأتی داری به من توهین میکنی؟ به چه جرأتی داری به خانواده من توهین میکنی؟ اصلا ارزش من نیستش که بخوام با آدمی که این مدلی با من رفتار میکنه یا تا میکنه رفتار بکنم. ولی نه، اینا میرن آدمای بی عزت نفس وابسته رو پیدا میکنن که هر چقدر میزنن تو سرشون هیچی نخواهند گفت. به شدت آدمهای منفعل دوستن. مورد 17 چی میگه؟ مورد 17 میگه که خیلی هم خسیسن. من اینو بارها تو روابط دوستی و نزدیک تجربهش کردم. نسبت به زمان خودشون و نسبت به پول خودشون و نسبت به دارایی خودشون یه جوری حساسیت به خرج میدن که این حساسیت باعث تنش تو میشه و تو میبینی که همون رفتار رو با زمان و پول و تجهیزات و امکانات تو نداره. ماشینی که وجود داره یا هر چی حالا خیلی نمیخوام واردش بشم. و تو اینو میفهمی که این آدم خسیسه. این آدم نسبت به دارایی خودش، پول خودش، زمان خودش، روابط خودش، امکانات و توانمندی خودش نسبت به تو خسیسه، ولی از تو انتظار داره که نه. و جالبه که بعد از یه مدت چون استاد گسلایت کردن هستن خساست رو میندازه گردنت. تو خسیسی، در حالی که تو دیتا ها رو بررسی می‌کنیم که من خساستی به خرج ندادم، که این تو بودی که هر موقع خواستیم با هم دیگه تو این زمین تا بکنیم خساست به خرج دادی. و همین ماجرا میاد با بحث منت‌گذار بودن اینها
یه گره عمیق میخوره. چه مدلی؟ این مدلی که 10 تا کارو براشون میکنی به چششون نمیاد، کاری نکردی که وظیفت بوده، ولی کافیه که یه کار برات بکنن. یعنی انقدر میگن، انقدر بولدش میکنن، انقدر آب و تاب بهش میدن و جلوی اینو اون تعریف میکنن که خروجیش میشه این که آقا غلط کردم، کاش نکنیم کارو برای ما، آقا ما دیگه از شما کارو نخواهیم، کیو باید ببینیم؟ و یه جوری ان که باز اونجا هم میندازن دیگه، حالا چرا بهت برخورد، چرا ناراحت شدی، او چه حساس. یه جوری میخوان این مدلی با تزریق شرم و گناه حتی به تو اجازه این رو ندن که بابت منتی که دارن میذارن سرت احساس خشم داشته باشی. نه 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 نه، قابل تحمل نیست. خب مورد 18 رفقا اینه که استاد اینن که احساسات بدشون رو به دیگران نسبت بدن. مثلا خودش عصبانیه ولی تو رو متهم میکنه به عصبانی بودن. چی شد چرا اینقدر عصبانی؟ حالا در که خودش عصبانیه و تو اینو متوجه میشی ولی میندازه تو زمین تو و بابت اینکه تو اون احساسو داری بهت شرم و گناه میده. مورد 19 ها یه چیزی که من خیلی تو این افراد دیدم، اونم اینه که اطلاعات راست و دروغ رو قاطی میکنن، یه چیزی تحویلت میدن که یه جنبه هایش راسته یه جنبه هایش راست نیست. اگه لو بره میگه من که راستشو بهت گفتم، حداقل یه بخشی از راستشو بهت گفتم، و اگر لو نره تو گیج میمونی که ببین آخه واقعیتی نیست، تو داری یه چیزی رو میگی که و حس کنم اینجوری هم نی، آخه اقراق شده نمیگی. خب و اینو کی آدم متوجه میشه؟ به ویژه وقتی متوجه میشه که این آدم‌ها در مواجهه با آدم‌های دیگران قرار میگیرن و یه روایتی که تو به عمق اون روایت اشراف داری رو واسه اون تعریف میکنن و تو میگی چقدر راحت داره دروغ میگه، چقدر راحت داره واقعیت رو جور دیگه ای نشون میده. پس راست و دروغ رو خیلی قاطی میکنن، اطلاعات نصف نیمه رو خیلی قاطی میکنن و چیزی میگن که با واقعیت نمیخونه. و این به ویژه گفتم زمانی که جلوی دیگران و برای بقیه دارن این کارو میکنن شما متوجه میشید. در نتیجه خیلی خوبه که این گروه از آدما رو ببریم توی جو و جمع، ببینیم که چه مدلی رفتار میکنن. چرا؟ چون مورد بعدی اینه که آقا اینا به شدت دلربایی میکنن، اصلا خیلی از دور قشنگن ولی وقتی میان نزدیک متوجه میشی که نه، اصلا اون چیزی که فکر میکردی نبودن. و یکی از چیزایی هم که دارن همین دیگه، گفتیم مرزبندی هم بلد نیستن. یعنی چی؟ یعنی وقتی وارد یه جمعی میشن با اینکه پارتنر توئه، میبینی که خیلی راحت میره با دیگران گرم میگیره، خیلی راحت میره باشون لاس میزنه، خیلی راحت میره مرز شکنی میکنه. و وقتی بهش میگی که این چه مدلشه، مثلا ما با هم دیگه تو رابطه ایم و تو داری حالا به قول درسنامه خیانت عدول از مرز میکنی، تو رو زیر سوال میبره که نه تو عمولی، تو عقب مونده ای، تو باید بری طرز فکری تو درست بکنی. در حالی که با هر متر و معیار نگاه بکنیم داشت لاس میزد، داشت فلرت میکرد. و چیز دیگه هم که وجود داره که بسیار نمایشی و جلب توجه کنن، خیلی جذاب به نظر میرسن، ولی وقتی یه مدت باهاشون در ارتباطی متوجه میشی که منبع تنشن با همه جذابیتشون، اصلا انگار فقط خوشخط و خال بودن، رفتارهای شوافی دارن ولی احساس امنیتی توشون وجود نداره. مورد 21 رفقا اینه که حرفای آدمو میشنون ولی گوش نمیدن. و تو اینو متوجه شدی بارها که داری به حرف میزنی باش کلش تو گوشیه. آها خب حالا مهم نیست. چرا داره فابینگ میکنن؟ به قول تخصصی تر بخوایم نگاه بکنیم، چون میخواد بگه تو هیچی نیستی، چون اصلا داره این میگه، چون بارها بهش گفتیم من وقتی با تو حرف میزنم لطفاً توجه کن، سرت تو گوشی نباشه، لطفاً حرفامو بشنو و عمل کن. ولی این گوش دره و اون یکی دروازه. خب چون میخواد بگی دیگه چی داری میگی، تو باید تابع من باشی نه من تابع تو. مورد 22 اینه که رفقا وقتی خیلی مطمئن میشن که تو باهاشون هستی و یه جورایی انگار متوجه میشن که تو افتادی تو مشتشون، ذره ذره به احساسات آدم آسیب میزنن. چه مدلی آسیب میزنن؟ اولش خیلی محترمن، اصلا با لاو بامبینگ و با بمباران عشق و آقا گل میاره و اصلا دائم کر میکنه به قول این انگلیسی ها و نمیدونم پیام میده و میره و میاد و فلان اینها. بعد یواش یواش متوجه میشه که دیگه مثل قبل احترام نمیذاره، دیگه قبلا سر وقت میومد الان میگه اسنپ بگی بیا، اسنپ بگی برو، اصلا بهت احترام نمیذاره. آقا مثلا ما قراره با هم بریم با هم بیایم، منتظرت نمیمونه، زیر سوال میبره تو رو، دائم تو رو نقد میکنه، بی‌ادبی میکنه، جسارت میکنه، کلمات زشت استفاده میکنه، بیورزه، احمق، بس که گیجی، بس که ناتوانی، بس که ضعیفی، و تزریق شرم و گناه میکنه. اصلا تخصصشون همینه. من توی پادکستی در موردش
صحبت کردم براتون. اصلا آدمی که میخواد شرم و گناه به وجود شما بده، میخواد پدر و مادر باشه، میخواد یه فرد دیگه، میخواد هر کسی میخواد باشه، میخواد کنترلت بکنه. سادهش اینه. شرم و گناه میدن که کنترل بکنن. شرم و گناه این که تو بلد نیستی، تو این کاره نیستی. خب در نتیجه خیلی دوست دارن که عذرخواهی بشنون. یعنی اول هر کلمه یه لطفاً و آخرش یه ببخشید و خیلی عذر میخوام که اینجوری شد و فلان اینها هست و نشنون. ولکن ماجرا که نیستن که میچسبن تا بتونن اون عذرخواهی از تو بکشن بیرون، حتی اگر خودشون اسباب اون اتفاقی باشن که شما تجربهش کردید. نکته 23 اینه که رفقا خودشیفته ها یه جورایی بدبین هم هستن. خب که ما این رو تو جلسات خیلی میبینیم. یعنی چی؟ یعنی فکر می‌کنن که آقا همه کارشون رو ول کردن، دارن بر علیه این مثلا توطئه میکنن، حرف میزنن، همه کمر بستن به نابودی این، همه کار زندگیشون رو گذاشتن کنار، این شده مثلا قبله عالم که بهش سوء نظر دارن و این به همه سوء ظن داره. اینم خیلی دیده میشه، جوری که تو صحبت‌ها شما اینو متوجه میشی که رفیقم اینجوریه، اون نمیدونم با مامانم اونجوریه، پارتنرای قبلیم که دیوونه تمام عیار بودن فقط آسیب زدن، و تو نگاه می‌کنی که قبله عالم انگار انقدر آسیب پذیره که همه دوست دارن فقط بهش آسیب بزنن. و خب این مشکوکه، مگه میشه آخه؟ یعنی همه با تو دشمنن؟ نشونه 24 رفقا اینه که عمدتاً غیر قابل پیش بینیه. در نتیجه ابهامشون خیلی بالاست. اصلا قابل پیش بینی بودن یکی از راهایی که ما میتونیم استرابمون کم بکنیم. میگه هر چی آدم قابل پیش بینی باشه کنارش راحت تری، ولی انقدر غیر قابل پیش بینیان که استراب میدن به آدم. مثلا نمیدونی دفعه بعد قراره چی بگه یا قراره چی کار بکنه. واسه همین یه حس اضطراب توأم با شک و تردید بهت میدن. خب که در مواجهه با اون آدم یه جوری تو رفتار میکنی که یه جایی اصلا شما فکر میکنی خب من مثلا که در برابر این آدم احمقی بیش نیستم. من اینجوری آدم رو دچار سردرگمی میکنن چون قابل پیش بینی نیستن دیگه. و نکته 25 اینه که رفقا نمیتونن تنها بمونن. اصلا میونه خوبی با تنهایی ندارن. به خاطر همین شما میبینید که از این رابطه در نیامده میره سراغ اون رابطه. اصلا انگار همیشه باید یکی دور برشون باشه. واسه همین خیلی خیانت توشون زیاده، چه عاطفی چه جنسی، حالا چه عاطفی جنسی با هم دیگه. و وقتی که احساس تنهایی میاد سراغشون استراب میگیرن، آسیب پذیریشون میره بالا. در این شما میبینید که یه آدم که رگهای خودشیفتگی داره اصلا نمیتونه تنها بمونه، یک کسی باید باشه حتما. از این جدا نشده اون یکی رو پیدا میکنه، اون نیومده اون یکی رو پیدا میکنه. خب و همین ماجرا باعث میشه که به شدت در برابر تغییرات مهم زندگی هم به هم بریزن و داد و بیداد را بندازن. یعنی برعکس سایر آدمون که ممکنه از این رابطه بیاد بیرون، سوگش و تنهایی در آغوش بگیره، با همه رنجش میبینی که خیلی فروتنانه داره میره جلو. نه، یه کسی که رگه‌های خودشیفتگی داره اینجوری نمیشه، فوری میره تو فاز قربانی، فوری میره سراغ این که سری نفر بعدی رو پیدا بکنه و چش نفر بعدی رو در بیاره و تو عکس استوری بهش اعلام بکنه و یه جوری هم نشون بده که آقا تو منو از دست دادی نه من تو رو. خب حالا بازم دارم میگم اگه با یکی هستی تو رابطه ای 3-4 تا از اینا هست، همه ما داریم، اصلا زیر 10 تا 5-6 تا داریم میبینیم. طبیعیه، طبیعتا نمیشه آدم کامل نداریم که هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشه، ولی اگر بالای 15 تا از این نشونه ها رو دیدی به احتمال قوی با یه خودشیفته طرفی. اگر بالای 21 بود ما شکمون به اون خودشیفته به یقین بودنش بیشتر تبدیل میشه. و اگر همه موارد رو داشت و رگه‌هایی از همه موارد دیدی دیگه نباید به اون شک بکنیم. احتمالاً اینجا شکمون باید به شما باشه که احتمالاً آدم وابسته‌ای هستی که همه اینا رو دیدی و همچنان موندی. چرا؟ چون اگر متوجه شدی و تشخیصت به این سمت رفت که با یک خودشیفته در ارتباط هستی و استراب در تو ایجاد کرده، اولین کاری که باید بکنی که ببینی ورژن فعلی تو با ورژن قبلی چه فرقی کرده، چه مدلی تو رو تبدیل به چیزی کرده که وقتی بررسی میکنی میبینی که من این نبودم، یه چیز دیگه اتفاق افتاده. پس باید برگردی ببینی که چه اثری روی تو گذاشته و خود فعلیت با خود گذشته‌ات چه تفاوت‌هایی دارن، چون معمولا باعث رشد آدم نمیشن که، باعث پس رفت آدم میشن، باعث عقب گرد آدم میشن، باعث چیزی میشن که تو اصلا با اون خوشایند نیستی، خودت از دست میدی به قول یکی از عزیزان. خب و دومی اینه که دوستانه میگم خیلی امید به تغییرشون نداشته باشید، حتی اگر ادعای تغییرشون زیاد باشه. چرا؟ چون ماجرا عمیق‌تر از این حرف هست. ماجرا از یک دلبستگی ناایمن شدیدی میاد که
با قول و قرار نمیشه حل و فصلش کرد. خب یعنی باید مرز بذاریم و باید دست به انتخاب بزنیم، ببینیم که بالاخره می‌خوایم چیکار بکنیم. چیزی هم نیستش بگی آقا با یکی دو تا راهکار قرار حل بشه. چرا؟ چون اختلالات شخصیت از جمله مشکلاتی هستن که چون فرد بهش بینش نداره و قبول نداره که همچین مشکلی هست، خودش آزار نمیبینه که بقیه آزار میبینن. یعنی مثل افسردگی نیستش که خودش آزار ببینه، نه، دیگران رو آزار میده. مرسی از اینکه با من همراه بودین رفقا. این پادکست بخشی از قسمت آفلاین کارگاه آنلاین آفلاین شناخت پیش از ازدواج من و دکتر پیکانی هستش که گفتم با شما هم به اشتراک بگذارم و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و تو مسیر شناخت پیش از ازدواج چشماتون رو تا میتونید باید باز بکنید که بعد از ازدواج راحت تر بتونید چشماتون رو روی هم بگذارید. چون حقیقتا ما به دنبال یه منبع دلبستگی میگردیم که بیاد دنیا و رنجاشو برای ما قابل تحمل بکنه دیگه. حالا بریم با دست خودمون روزیم توی ورطه‌ای که اصلا زندگی برامون غیر قابل تحمل تر باشه، جوری که دوست داشته باشیم در ماشین رو وسط اتوبان باز کنیم پرت شیم بیرون. خب چه زندگیه؟ پیش خودم بدبخت بودم که چی بشه؟ با خدا باشید.